دوستان، وقت بخیر. علیرضا هستم از کانال تحلیل آموزش. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خب دوستان، امروز یک سایت ایرانی رو میخوام خدمتتون معرفی بکنم که شما میتونین با هر مقدار مبلغی که داشته باشین بتونین طلای آب شده خریداری بکنین و در حساب خودتون نگهداری بکنین و بتونین برای خودتون سرمایه گذاری بکنین و یه پسنداز داشته باشین و علاوه بر اون هر کاربری رو که معرفی بکنین تا سقف 11,500,000 تومان به قیمت روز امروز طلا میتونین برای خودتون کسب درآمد داشته باشین و رایگان درآمد کسب بکنین. یعنی شما میتونین تا سقف 500 نفر رو معرفی بکنین و تا سقف 2500 میلی گرم طلا رو دریافت بکنین داخل این سایت و نرم افزار و میتونین اون رو خروجیشو بگیرین، هم طلای آب شده رو دریافت بکنین و همین که تو حسابتون باشه هر وقت خواستین قیمت طلا بالا رفت قیمت اون 2500 میلی گرم بالا میره و از فعلا که الان 11,200,000 میتونه بیشتر یا کمتر بشه. اولین نکته اینه که از این سایت میتونین یک کسب درآمد داشته باشین، به دوستاتون معرفی بکنین، یک پولی دریافت بکنین. برای هر ثبت نام فکر میکنم الان نزدیک به 24,000 تومان پول پرداخت میکنه. و دومین گزینه‌اش اینه که شما میخواین طلا بخرین و سرمایه گذاری بکنین. شما نمیتونین مثلا برین طلا فروشی بگین به من 1 میلی گرم طلا بدین، اما داخل این سایت میتونین 1 میلی گرم طلا خریداری بکنین به قیمت 24,000 تومان و قیمت امروزش 24,000 تومان اگه اشتباه نکنم و برای خودتون ذخیره بکنین. هر وقت قیمت طلا بالا رفت شما داخل سایت اون میلی گرم طلا و اون مقدار گرم طلایی که دارین ثابته و قیمتش بالا پایین میره. این شما انگار که طلا خریدین و نگهداری کردین. وقتی که مقدار طلاتون از یه حدی بیشتر بشه میتونین درخواست بدین تا براتون این طلا رو بفرستن دم خونه. خب حالا من این نرم افزاری که اول پیدا کردم چون بحث کسب درآمد از ثبت نام‌ها بود، طریق رفرال گرفتن هدفم این بود، اما گزینه دوم این بود که میتونید یه ثبت نام بکنید و برای خودتون درآمدی کسب کنید. اول اینکه این سایت یک سایت ایرانی و معتبره، به خاطر همین قرار شد که یک آموزشی در مورد این سایت و نرم افزار بذاریم. اولین گزینه اینه که هم نرم افزار داره این برنامه هم سایت داره. حالا کسایی که دوست ندارن نرم افزار رو نصب بکنن، من لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم روش کلیک بکنین داخل براوزر میشین و وارد این صفحه ایجاد اکانت میشین. سایت هم بالا نوشتم، البته آدرس سایت داخل دیسکریپشن هست. اسم این نرم افزار سایت عرض به خدمت شما میلیه که حالا برین اطلاعات بیشتری کسب کنین. توجه داشته باشین که اگر کد دعوت رو نزنین اون مبلغ برای شما پرداخت نمیشه. پس برای اولین حساب حتما کد دعوت استفاده بکنید و بعداً کد دعوت خودتون رو به دوستاتون بدین تا بتونید یک درآمدی داشته باشین. خب طبق عادت همیشه شماره تلفن میخواد و کد دعوت. فقط یه نکته بگم، حتما از اطلاعات حالا داخل میگم اطلاعات درستتون رو وارد بکنین، کد ملی و تاریخ تولدتون، چون اگر درست نباشه حساب شما فعال نمیشه و اون مبلغ رو دریافت نمیکنیم. حالا برای تست بریم ما یک شماره بزنیم که قبلا ثبت نام نکردیم. خب شماره رو میزنیم، کد دعوت هم که وقتی لینک رو بزنین کد دعوت براتون میاد بالا. اگر نرم افزار رفتین این کد دعوت از هر دو تاش داخل دیسکریپشن میذارم. تایید و ادامه ثبت میکنیم تا کد برامون ارسال بشه. خب دوستان کد اومد برامون زدن. یه رمز انتخاب بکنید، فقط حرف بزرگ کوچیک حتما داشته باشه و عددم داخلش بذارید. خب من اینو بزنم، یه لحظه پازش بکنم، ببخشید. خب تعیین رمز رو میزنیم روش. خب اینجا اطلاعاتتون رو درست وارد کنید، نام خانواده، تاریخ تولد و کد ملیتون حتما درست باشه که به مشکل برای من اینجا رو پوز میکنم که ویدیو الکی طولانی نشه. خب دوستان اطلاعات رو که وارد کردین تایید و ثبت اطلاعات رو میزنیم. ثبت میکنیم تا بره مرحله بعد یک احراز هویت رو انجام میده، باید تست بکنه که ببینه این درست هست یا نه. خب ادامه رو میزنیم، ادامه. خب همونطوری که توجه داشته باشید ببینید موجودی 5 میلی معادل 23,170. حالا ما گفتیم 24,000 تومان، 23,000 تومان به حساب من واریز شد و شما میتونین از بقیه بخش حالا خرید و این چیزا انجام بدین. خدمتتون توضیح میدم. فقط یه نکته داره توی بخش عذرخواهی میکنم، میرین تو بخش پروفایل
اینجا دعوت از دوست. ببینید شما میتونید تا 2500 میلی گرم طلا تا سقف 500 نفر میتونید ارسال بکنین کدتون رو و اون لینک دعوتتون رو که کاربرا ثبت نام بکنن، هم شما مبلغی دریافت میکنین 24000 تومان، همون طرف اگر نزنن این مبلغ رو دریافت نمیکنه. پس حتما برای دفعه اول این کارو انجام بده، چون من زده بودم برای من پولی پرداخت نکرد. خب حالا بریم توی سربرگاه اصلیش. ببین یه گزینه خرید و فروش داره. ببینید خرید رو که بزنید هر مقداری که بخواید میتونین طلا خریداری بکنین. مقدار میتونیم بزنیم به ریال، مثلا من میخوام 100,000 تومان خرید بکنم یا میخوام به عنوان مثال به میلی گرم، مثلا 100 میلی گرم معادل چقدر میشه 1/10 گرم من خریداری بکنم. حالا شما میتونید شارژ کیف پولتون رو انجام بدین و عرض به خدمت شما خریدتون رو انجام بدین و مقدار موجودی رو این بالا نشون میده. الان برای من به صورت رایگان بعد از ثبت نام 5 میلی بهمون پرداخت کرده. حالا قیمت و نمودار رو همه چی اینجا میبینین. کیف پولتونه که میتونین وارد و برداشتتون رو اینجا مشاهده بکنین و موقعی که مبلغتون بالا بره از همین اولین ثبت نام هم که انجام بدین میتونین درخواست برداشت رو بزنین و شماره شبا و مبلغتون رو بزنین، همین 20000 تومان هم به حساب کارت بانکیتون واریز بکنین. یعنی معتبره. برای اون یکی اکانت هم زدم و اوکی بوده. ببینید اینجا زده احراز هویت شده. اگر شما کد ملی یا تاریخ تولدتون رو اشتباه بدین، اونجایی که داشت چک میکرد اینجا میزنه احراز هویت نشده و مشکل داره و مبلغی براتون پرداخت نمیکنه. پس دقت بکنید که آدرس اسخای میکنم تاریخ تولد و کد ملیتون رو دقیق وارد بکنید. بقیه چیزای دیگه هم نداره. خرید و فروش داره و ارسال به حساب بانکیتون داره و یه حالت کیف پول میشه که شما یه کد کیف پولی هم دارین. اینجا میخوای مثلا کسی که میلی داره میخواد یه مبلغی با شما پرداخت کنه، میگه آقا برو تو سایت میلی برای من این آدرس کیف پول منه، برای من 5 میل طلا بزن بیاد به حسابم. میتونین خرید و فروش هم انجام بدین. اینجوری حالت کارت به کارت میشه. خب دوستان ویدیو تموم شد. یک سایت ایرانی بود که این کارو انجام داده، گفتم یه حمایتی ازش بشه و شما میتونین با دوستاتون به اشتراک بذارین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو حتما لایک کنین. اگر عضو کانال ما نیستین عضو کانال بشین و کانال ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. حتما کامنت بذارین و نظرتون درباره ویدیو و ویدیوهای دیگه حتما بگین تا ما بتونیم ویدیوهای بهتری رو برای شما آماده بکنیم. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.